شماره 9 گاو. داریوش مهرجویی فیلم گاو رو پس از فیلم الماس 33 در سال 1348 ساخت و یکی از فیلم‌هایی بود که موج نو سینما ایران رو به راه انداخت. داریوش مهرجویی فیلمنامه گاو رو با همکاری غلامحسین ساعدی بر اساس داستان کوتاه گاو از مجموعه داستان‌های عزاداران بگر نوشته خود غلامحسین ساعدی نوشت. عزت‌الله انتظامی، علی نصیریان، جمشید مشایخی، جعفر والی، پرویز فنی‌زاده و چند تا از بهترین هنرمندان تئاتر اون زمان در فیلم گاو داریوش مهرجویی به بهترین شکل ممکن ایفای نقش کرد. گاو در اولین دوره جشنواره فیلم سپاس جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت و جشنواره خارجی هم دست خالی برنگشت. در جشنواره ونیز جایزه فیپرشی رو گرفت، در جشنواره برلین جایزه ویژه هیئت داوران رو از آن خودش کرد و در جشنواره شیکاگو هم نامزد حقوق طلایی شد. فیلم گاو داریوش مهرجویی اول بهمن سال 1348 در سینما ایران اکران شد و به فروش قابل توجهی دست پیدا کرد.